جا نمیشه. پس ماکسیمومش میشه 30 کیلو گل. هر چی کمتر بریزی میشه گلاب نبول، هر چی بخوای بیشتر بریزی جا نمیشه. چیکار میکنید؟ از 30 کیلو بیشتر گوش بده، از 30 کیلو بیشتر گل میریزید تو دیگ. هر چقدر بخوای روش به جای آب دفعه گلاب میریزید با هر کیفیتی که بخوای. ترکیب گل و گلاب میشه گلاب دو آتیشه. پس مقدار گل و میزان گلابی که میریزی توی گلاب دو آتیش هم تاثیر داره. منو بپرسید چه زعفرون چنده، چه زعفرون چنده، مگه 7-8 مدل زعفرون نداریم؟ قطعا اینم همونه. باید بپرسید دو آتیشه چند کیلوه. مثلا اینجا گلاب دارن از 18 کیلو تا همیشه مردی بابا میگه گردن ببینیمش. گفتیم فصل گلاب و گلابگیری از فروردین ماه 20 فروردین شروع شده تا اوایل تیر ماه هم ادامه داره. پس فصل گلابگیری فقط اردیبهشت نیست، تقریبا 2 تا 3 ماه توی منطقه ما گلابگیری شکل میگیره. هر روز گل میچینن، صبح زود میرن. مثل امروز که ما رفتیم باغ گل دیدیم، صبح زود میرن گل میچینن که آفتاب بهش نخوره، عطر و بوش از بین نره. هر روز این پروسه ادامه داره. گل تازه رو میچینن، میان میریزن تو دیگ تا گلاب بگیرن. همه این گشتای ما، سفر ما به کاشان این بودش که برسیم به کارگاه گلابگیری، اطلاعات عمومیتون بیشتر بشه و یاد بگیریم. برای گرفتن تمام عرقیجات توی روش سنتی، یعنی چی؟ دیگه مسی، آش مسی. صنعتی چی؟ یعنی دیگای بزرگ که یه تن توش گل میریزه، گل فشارش رو میبره بالا، نمیخوره، چیشو میفروشه، عطرشو بماند، بعدش توضیح میدید. توی روش سنتی توی دیگای مسی این حالا داره خالی میکنه، فعلا کارش نداشته باش، تمرکز پیش من باشه. برای گرفتن گلاب و عرقیجات توی روش سنتی توی دیگای مسی 60 لیتر آب میریزن، گوش بدین، که بخار میشه، اینور سرد میشه، به ما 40 لیتر عرق میده. 5 لیتر ممکنه آب کم و زیاد بشه، گلابه 5 لیتر کم و زیاد بشه، 60 لیتر آب، 40 لیتر عرق. گل بریزی گلاب میده، هل بریزی هل میده، نعنا بریزی نعنا میده. پس برای تمام عرقیجات خانوما مقدار آب، مقدار برداشت یکیه. پس شما میپرسی گلاب خوب و بد چیه که میگن گلاب خوب گلاب بد. داستان اینجاست که ما هیچ وقت گلاب نمیگیریم بهش آب اضافه کنیم. آب اضافه کنی کپک میزنه، به درد نمیخوره. شما میری گلاب بخری، میگی گلاب چقدر آب داره، ما میگیم گلاب چقدر گل داره. 30 کیلو گل جا نمیشه. پس ماکسیمومش میشه 30 کیلو گل. هر چی کمتر بریزی میشه گلاب نبول، هر چی بخوای بیشتر بریزی جا نمیشه. چیکار میکنید؟ از 30 کیلو بیشتر، گوش بده، از 30 کیلو بیشتر گل میریزید تو دیگ. هر چقدر بخوای روش به جای آب دفعه گلاب میریزید با هر کیفیتی که بخوای. ترکیب گل و گلاب میشه گلاب دو آتیشه. پس مقدار گل و میزان گلابی که میریزی توی گلاب دو آتیش هم تاثیر داره. منو بپرسید چه زعفرون چنده، چه زعفرون چنده، مگه 7-8 مدل زعفرون نداریم؟ قطعا اینم همونه. باید بپرسید دو آتیشه چند کیلوه. مثلا اینجا گلاب دارن از 18 کیلو تا 30 کیلو. از 30 کیلو بیشتر 2 مدل داره، 48 کیلو. میسوزی. من 60 کیلوش رو براتون میگم، حواسش هست. این دفعه 30 کیلو گل میریزه. بچه‌ها 30 کیلو گل میریزه، به جای آب یه گلابی روش میریزه که با 30 کیلو گرفتن. پس میشه این گلاب جدید گلابی که با چند کیلو گل گرفتن؟ 60 کیلو. پس میشه 60 کیلو. طرف میخواد مثلاش راست باشه، میاد چیکار میکنه؟ کلج میزنه. مثلا همون 30 کیلو گل رو 15 کیلوشو میریزه، یه گلابی هم که با 15 کیلو گرفته روش میریزه. ترکیب گل و گلاب میشه دو آتیشه. ولی گلاب دو آتیشه چند کیلو شده؟ 30 کیلو. پس با یه گلاب معمولی 30 کیلو برابره. قسمش هم راسته. پس ما گفتیم ترکیب بالای 30 کیلو که گل بریزی و گلاب. حالا طرف میاد 2 تا آتیش زیر دیگهش. ببین داریم توضیح میدیم، برنامه به هم بسته. ببین این دفعه طرف میاد 2 تا آتیش زیر دیگ روشن میکنه، قسم اونم راسته. این دو آتیش هم پس از طرف میپرد من نیازم
کمتر بریزی بوی بیشتر میده گلاب. درشو باز کنی برای گل بیشتر بریزی بوی کمتری میده. خلق و گسه. پس منظورش میکنم از گلاب شریستره. چرا بو کمتره؟ چون گلاش وقتی تو شربت شیرینی گلاب غلیظ رو میریزی تازه بوش باز میشه، ولی گلاب سبک رو 10 دفعه باز میکنی بوش از بین رفته. پس علت اینکه گلاب غلیظ میگیریم کمتر مصرف شه و موندگاریش بیشتر شه. حالا جا داره یه نکته بگم، تنها عرقی که دو آتیشه داره گلابه. اصلا نعنای دو آتیشه منطقی نیست. عرق نعنا میخوری تلخه، نعنا بریزی تو دیگ روش عرق نعنا بریزی دیگه نمیشه خورد. پس منطق خودت میگه که آقا یارو داره دروغ میگه. تنها عرقی که دو آتیشه داره گلاب. دو علت، کمتر مصرف شه، موندگاری عطر بوش بیشتر بشه. بقیه عرقیجات اصلا نیاز به دو آتیشه نداره، ولی روش اینه. ولی ببین من میزنم ممتاز، شما میزنی سنگین، اون میزنه گلاب فلان. خب همه اینا مهم نیست، کیلوی گل مهمه. خب نه ما جالب شده میخریم. حالا میریم ما هم تست میکنیم، میگه یادت میدم با من تا اینجا پیش اومدی. من یه چیزی میگم بهت که سوال تو ذهنت پیش بیاد، مخصوصا که بعد جواب بدم، با من پیش بیاد. پس اینجا گلو میریزیم با آب، میجوشه طی 3-4 ساعت، بخار میاد این سمت. چون آب سرد از اطرافش میچرخه دخترا، چون آب سرد از اطرافش میچرخه بخار تبدیل به مایع میشه. این حوض یه حوض بیرون هم داره، دائم باید بچرخه تا عطر و بوش بیشتر باشه. درست؟ این تازه سبکترین گلابیه که داره اینجا گرفته میشه، حتی تو بطریش هم نمی‌کنه. خب شش نکن. حالا ببین یه چیز رفاقتونه بهتون یاد بدم. خب گیجت نکنه، گلاب که گرفت گذاشت کنار، این دیگه گلابشو گذاشت کنار. توفاله رو دوباره روش آب ریخته، میجوشونه، مثل چاییه که روش آب میریزی هنوز رنگ داره. توی نیاسه و جاهای مختلف من دیدم بطریش میکنن میدن دسته، خب باز میکنی میگی بو داره، بو داشت دیگه. ولی این چیکار میکنه؟ حاجیشون خودش کشاورزه و منم واقعا سرش قسم میخورم، عرض عزت و احترامش از ما بیشتره، ما بچه کوچیکش اینقدر بهش اعتقاد دارم. گلاب رو میگیره میذاره کنار، آب میریزه رو توفاله، میجوشه سرد میشه، ما بهش میگیم پساب. طرف گفتیم به اسم گلاب به شما میفروشه، ولی حاجی اینو میذاره کنار، دوباره وقتی جوشی سرد شد گل که ریختیم تو دیگ به جای آب معمولی اونو میریزیم روش، ولی اسمشو دو آتیشه نمیگیم. درسته؟ فقط برای اینکه گلابش عطر و بوش بهتر بشه به جای آب معمولی یا آب بهتر ریخته. درست؟ ولی قسمش هم راسته، میگه اون گلابم گلاب مثلا 20 کیلو 30 کیلوه، فقط آب بهتر روش ریخته، ولی طرف میگه دو آتیشه. طرف 2-3 کیلو گل توش میریزه میگه گلاب سبک. این کلکه است. اینجا واقعا خیالت جمع باشه، منم به تست میدم، تست کنی. حالا ما گفتیم گل نگه داشته برامون دیگه صبح. آره با فاصله با فاصله یک لحظه اینجا وایسام همیشه بعدی بابا میگه گردن بله آب گردن شکسته گلا رو نگاه کن به همین باش. میخوام بگیرم